درود در شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از فقط فوتبال. درود داشت محمد، چطوری؟ جام ملت‌های آسیا آره جام ملت‌های آسیا رو می‌خوایم ریویو کنیم براتون که جنجالی داره میشه. داریم میریم سمت گروپ استیج. آره بازی گروهی الان ما داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم. 2-3 تا بازی همه تیم‌ها تقریبا کردن. ایران هم امروز امارات رو برد. امروز یه ذره بیشتر بچه‌ها بیدار شدن و بهتر بازی کردن، خوب بازی کردن. آره خودشون نشون دادن. جوری که شد که بازی تورنمنت ها قطر افتتاح شد و قطر بازی اولش رو شروع کرد، برد با لبنان بازی کرد. آره از اول بخوایم شروع کنیم، قطر تورنمنت خوبی داشته تا اینجا، خوب شروع کرده و بازیکناشون هم دارن دیولپ میکنن. خوب شد کیروش اخراج شد ها، کار خوبی کردن کیروش اخراج کردن. مربی جدیدشون اسمش چیه؟ اسمشو نمیدونم. اسپانیاییه مثل آکادمیای اسپانیا کار کرده. کیروش خوب شد. آره کیروش یه ذره اومد کمک کنه ولی بدتر فکر کنم آلزایمر گرفته کاملا همه چی. آره مثل بازیکنان که افت میکنن مربیام همینن دیگه. کیروش واقعا تو این 2-3 سال اخیر افت کرده و بد شده بود واقعا. اصلا حالا هر جا میرفت موسیقی قیافه‌شو نشون بده توی جام جهانی که مربی تیم ملی بود و نه همین جام جهانی قبلی و جام جهانی بعدی، حالا عکس 2018 و 2022 قیافتاً بد افتاده. آره پیر شده دیگه، 70 سالش، کم سنی نداره کیروش ولی خب آره یه ذره انرژیش هم کمتر شده دیگه. آقا اون تاوارز بود مربی چیز اسکار تاوارز اوروگوئه با اسا دیگه می آوردنش بغل زمین. ولی قطر امسال شروع کرد تورنمنتو که گروه سختی هم افتاده بودش. البته not really نسبتاً معمولی بود ولی خب لبنان، تاجیکستان، چین چقدر ضعیفه. 3 تا بازی کرد چین، یه گل هم نزد. آره چین بدشانسی آورد. بازی اولش رو 0-0 کرد با تاجیکستان، بعدش با لبنان هم 0-0 کرد، بعد 1-0 به قطر. البته قطر به بازیکنای اصلیش تقریبا استراحت داده بود دقیقاً، ولی بازم قطر 1-0 چینو زدش. آره چه گلی هم زد. این گل اگه بشه نم کپی رایت میذاره یا نه از این کورنرهای تمرین شده هست که به جای اینکه بفرستن تو محوطه فرستادن پشت محوطه رفت سرضرب. قطر تاجیکستان رو زد ولی 1 گل بیشتر بهشون نزد که توی این بازی هم 1 کارت قرمز داشتش. تاجیکستان 10 نفرم شده بود. حالا من یه چیزی راجع به تاجیکستان، اصلا کسی نمیدونست تاجیکستان کیو چیو اینا نسل ایسترن اروپایی‌ها رو توش دارن. راشن چی میگن؟ از تو میگی در واقع اصالتا کجا شوروی و اینا روسیه و اینا. خب یه بلاد جین اونا رو دارن، یعنی تو آسیا که بهشون خیلی کمک کرده فکر کنم بیشتر فوتبالشون. یه مخلوطی از ایران و روسیه و کشورهای آسیای میانه و یه چیز در واقع فیزیکیشون خوبه، تکنیکیشون هم بد نیست، خوبه کلا. ولی خب مثلا ساپورتشون حتما کمه و پول کمی دارن، به خاطر همین تیمشون زیاد از سال اوله که اومدن دارن. اصلا اولین دوره حضورشون تو جام ملت‌هاست که از گروهشون اومدن بالا. همینم خوبه. خیلی عالی شد که تاجیکستان چین رو تونست امروز ببره و نه لبنان رو برد، با چین مساوی کرد. آره لبنان رو زد که 2-1 شدش بازی. لبنان 1-0 جلو افتاد و دیر بعد دقیقه 70 تاجیکستان بازی رو برد. آره 80 و 91 2 تا گلشون رو زدن. لبنان 10 نفره شده بود. آره پس گروه اینا تموم شد بازیاشون که قطر اول شد، تاجیکستان دوم، بعدش سوم چین. ولی چین شانسی نداره که به عنوان یکی از تیم‌های سوم شد، ولی لبنان قطعاً اوت شد، چین هم اوت شد. از این گروه بعدی که بازی کرد استرالیا و سوریه و ازبکستان و هند بودن که هند هم برای اولین بار تونست خودش رو بیاره توی این تورنمنت. نه دوره پیشم بود. آره که اتفاقا دوره پیش خیلی تیم خوبی توی ایژن کاپ بود. آره جام ملت‌های آسیا هند خیلی پدیده مسابقات شده بود. هندیا خیلی عجیبه که تیمشون قیافتا انگاری مثلا همه کوچولوان. نمیدونم دقت که این همه آدم دارن. به نسبت این که مثلا تو ورزش‌های دیگه می‌بینی فیزیک خوبی دارن ولی فوتبالیاشون فیزیک خیلی شاید به نسبت رشته‌های دیگه نمیدونم چرا. هند و چین عجیبه. 2.5 میلیارد رو هم 2-3 میلیارد جمعیت دارن. تو جام ملت‌های آسیا 6 تا بازی کردن این 2 تا تیم، یه گل هم نزدن هر سه تاشون.
هر دوتاشون هم سخته. استرالیا و ازبکستان تیمای خوبی هستن که استرالیا بازیاش برد، بازی اولش 2-0 بردش با هند. ازبکستان با سوریه 0-0 کرد. بازی بعدیشونو که انجام دادن ازبکستان 3-0 به هندوستان زد. استرالیا سوریه رو 1-0 زد که داره خطرناک میشه. سوریه تیم خوبیه واقعا. بعد سوریه اومد هندوستان رو 1-0 زد، برد که رفت رو استرالیا و ازبکستان 1-1 کردن. 1-1 شد. داره گروه سختی بود و استندینگ ها جوری شد که سوریه تیم سوم یکی از تیمای سوم اومد بالا و به ایران خورد. که ما با سوریه بازی‌ها رو بردیم، زیاد مشکل نداشتیم. ولی خب همیشه به زور بردیم. اینجوری نبوده که مثلا فکر کنم این بازی هم سخت بشه برام. بازی هم نگاه می‌کردم سوریه واقعا تیم خوبیه و بازیکناشون الان یه جورایی چندین ساله دارن با هم بازی میکنن. اونا هم تو سوریه چهره‌ها آشنا میزنه، دقت نمی‌کنیم دیگه. عمر خریبین هست البته. عمر سوما بهترین بازیکنشون، نمیدونم مصدوم شد چی شد، نیست تو این بازی. عمر سوما خیلی بازیکن خوبیه واقعا. ضربات ایستگاهی و به سبک کریس رونالدو میزنه، خیلی باحال میزنه. ولی نسبتا باز خوب شد که خوردیم به تیمی نسبتا اونقدر قوی. آخه تو این مرحله معلوم بود چون جام ملت‌ها رو 24 تیمی کردن، خیلی چرت شده به نظر من. تیمای خوب دیر به هم میخورن، ضعیف‌تر شد اون داستان دیگه. شاید هم بهتر باشه مثلا برای تیم ملی. حالا میریم تو گروه تیم ملی، ایران بازی اولشو خوب برد 4-1 ولی بازی درخشانی نکرد. بعد بازی دومشو که 1-0 هنگ کنگ زد، افتضاح بود. اصلا یه چیز وحشتناک، خیلی بد بود اون بازی. یکی از بدترین بازیایی بود که من اصلا تو 15 سال اخیر از تیم ملی دیده بودم. یه لحظه هم حالا بین حرفامون آقای قلعه‌نویی این لباسی که روز اول تورنمنت پوشیده بود، من نمیدونم رفته بود از کدوم بوتیک خریده بود، تو قطر پیدا کرد. مگه داریم این مهمونی آقای قلعه‌نویی؟ برای بازی دوم سوم بدتر شده بود. شبیه این کیم جون اون رهبر کره شمالی هست. خیلی لباسش زیاد جالب نبود. اونجا هم نشون بده که 3 مربی‌ها صحبت میکنن، آقای قلعه‌نویی میاد انگلیسی صحبت کنه رو من حالا من ندیدم اینو. ندیدی؟ I believe the first match in the tournament is very important and we are also playing with one of the very top teams because they have very good structure in the defense. They have good defense and also they are running. کادر فنی رو من یه ذره دارم نوتیس میکنم توی این بازی‌ها، انگاری یه خشونتی بین همه هست. یه داستان عجیبیه، کسی خوششون نمیاد انگاری با هم دیگه. دیدی مربی‌ها مثلا توی منچستر سیتی، منچستر یونایتد، یارو انقدر نزدیک با هم. یکی هستش که یارو جوکه، حالا داره هی ورق میزنه، ورق سبز. همیار قلعه‌نویی کیه این یارو؟ دستیارش یکی از اسمش حمید مطهری، آندو تیموریان، رحمان رضایی، سعید الهویی، 20 تا کادر فنی داره. ولی در کل یه ذره کادر فنیمون داستانش عجیب بود، ولی تا اینجا خوب کار کردیم. یعنی بازی 3 بازی 9 امتیاز حالا بردیم دیگه، ولی مهره‌های خیلی خوب داریم. خیلی تیممون خوبه. ما یه تیم دوم داریم که بخواد تعویض شه بیاد تو. تازه اونا هم خوبن. آره مثلا امروز 3 تا تعویضی که پشت سر هم کردش با امارات، هر 3 تا تعویض عالی بودن. آره بازیکنای خوبی بودن. آره رامین رضاییان اومد جای محرمی که مصدوم شده بود. امید ابراهیمی 36 ساله اومد تو زمین با محبی. آره محبی، ولی من به نظرم ترابی و قائدی بهتر از محبی هن. من محبی رو دوست ندارم. قائدی خیلی قشنگ داره کار میکنه، ولی فکر کنم جلوی تیمای قوی تر قدرت بدنی کم بیاره. آره قائدی بعد جلوی مثلا ژاپن و کره تعویضی بیاد تو شاید بهتر باشه. آره دقیقاً، باید یه تیمی بیشتر دفاعی باید بریم جلو با اون بازی‌ها، چون ما انیویز تیممون دفاعی بازی نمیکنه. دفاعمون الان معلوم میشه واقعا. قبل از کیروش دفاعمون بد بود، بعد از کیروش هم الان ما هر بازی داریم گل میخوریم. موقعیت زیاد میدیم. دقیقاً گل خوریمون زیاده. که چیزی من امروز نوتیس کردم این بودش که سنتر بکمون کیه؟ اون دوتایی کنانیو با شجاع خیلی زیاد باز میکنن،
چون گوشه‌هامون میرن، اینا هم میخوان برن با موقعی اونا. که میخوای توپ دستته این کار درستیه، ولی وقتی توپ نداری بچه‌ها خوب جمع نمیشن به نظر توپ نداریم خوب نیستن. که گلی که به امارات خوردیم امروز البته گل قشنگی بود، هیچ کاری نمیتونست اون گل جهان بخش لو داد توپو، بعد جوری توپو لو داد وسط زمین، باعث شد بندازن پشت رامی رضاییان. بعد کنعانی هم یه مشکلی که همیشه تو فوتبالای خودمونم من به بچهای دفاع میگم چرا عقب میایید؟ وقتی یارو استیل شوت گرفتن میگیره بعد خودتو بندازی جلوش. کنعانی همینجوری یارو رو اسکورت کرد. حالا کنعانی هم که اصلا خودش 2 اخطاره شد، بازی بعدمون نیست. آره نیستش بازی بعدی. مجید حسینی و شجاع احتمالاً دفاع وسطمون خواهم بود بازی بعدی. اشکالی نداره، ولی به نظر من تیممون بهتر داره میشه و توی این بازی خیلی خوب بود، یعنی خوب بود نمیشه کرد. ولی سردار من دوباره نگرانم. آقا اون آفساید بود اون شوتی که زد، درسته یا نه؟ آفساید نبود، یه شوت زدش سردار میس کرد گلو. آره دیگه، چون دیگه وی ای آر هست، وقتی آفسایده دیگه 100% آفساید. حالا من نه میس کرد، گل نزد، زدش. آره آفساید بود اون. یعنی گلم میشد قبول نمیشد. آره ولی توی بازی‌های حساس و اینا اصلا اونو باید بزنی دیگه باید اونو بکوبی. یادم اومد کدوم خیلی بد زد. مورینیو هم که فایر شد. آره تا سردار رفت اونم اخراج. بیچاره سردار داره بچانسی میاره. دروسی اومد تو روما. حالا دروسی هم فکر کنم بهش بازی بده. قرار شده بلوتیو بفروشن، سردار قرار شد نگه دارن. اگر که نگرش دارن خوبه، چون راهش باز شدنی به تو ایتالیا. ولی مورینیو سردار آوردش. آره. بازی خوبی هم کرد امروز نسبتاً. دو تا پاس گلی که داد خوب بودن. توی بازی دوم تعویض شد، زیاد خوب نبود ولی تعویضی اومد، یعنی این بازی به عنوان استارتر 90 دقیقه بازی کرد. آخراش اومد بیرون. رضا اسدی اومد جاش. آلموست تا آخر بازی کرد. آره چون می‌خواست تو شرایط بازی قرار بگیره. بازیمون هم تا سوریه، یعنی بازی بعدی که با سوریه داریم خیلی مونده، 7-8 روز وقت داریم. آره این خیلی خوبه. الان 1 هفته بچه‌ها وقت دارن که قشنگ ریکاور کنن و امیدواریم حالا چای قلیون نشه داستان. ولی بعدیش این برای مراحل بعده، چون ما تقریبا آخرین بازی مرحله بعد هستیم. اگه بریم بالا خیلی فاصله بازی بعدیمون نزدیک میشه که احتمالاً به ژاپن خواهیم خورد. وای ژاپن به عراق با کارمون رو سخت کرد. یه بریک میگیریم و میریم سراغ گروه ژاپن بعدی. برمیگردیم دوباره با ایجن کاپ 2023 که توی 2024 داره هولد میشه. آره ولی چرا 2023 اسم من فکر کنم به خاطر اینکه داستان این بود تو قطر نباشه بازی. قرار بود بازی تو چین باشه. آره، بعد چینیا زدن زیرش گفتن چینیا خیلی از کرونا میترسن. این محل کارمون هم هنوز مثلا ماسک میزنن و اینا. آره خیلی ترس زیاده تو چینیا به خاطر اینکه واقعا اقتصاد دنیا یه جورایی دست اوناست. یه پروداکشن استاپ شه دنیا یه ذره افکت میشه. ولی قرار بود بازی‌ها تو چین باشه ولی به خاطر ترس از کرونا بی خیال شدن. آره دیگه بعد دیدن که قطر واقعا هست خوبی بود برای جام جهانی، استادیوم آماده و اینا، دیگه گفتن بریم اونجا. قطر گروه دی، گروه عراق، ژاپن، شگفتی بازی‌ها. اندونزی و ویتنام که تو بازی اول هیچ کس فکر نمی‌کرد ولی عراق ژاپن رو زد. آره خوبم بازی. یعنی همینجوری مثلا الکی بیاد ببره، نه خیلی خوب دفاع کردن. آره ژاپن تو اون بازی خیلی تلاش کرد دوباره کامبک بزنه ولی نشد دیگه. خیلی هم حمله کرد. آره خیلی حمله‌های زیادی کرد. آخه ژاپن بازی اولم جلوی ویتنام 2 تا گلش با هد زد عراق. آره به عراق خوردن هم سخته. من هی داشتم فکر می‌کردم عراق هم کشورش داره آرومتر میشه، هم آدمای بدی نیستن نسبتاً، همین که تیم پیشرفت کلا دارن میکنن. اقتصاد، ورزشگاه، ورزش، کلا چیزای مختلف. قبلی رو بردن یا 2 تا قبلی رو عراق قهرمان شد؟ عراق جام ملت‌های آسیا 2007 قهرمان شده بود. قدیمی، یعنی 15-16 سال پیش. یونس محمود و اینا. آره ولی هنوز جام جهانی نیومدن. چرا 1986 عراق یه بار اومد همون جام جهانی که مارادونا چه جالب قهرمان شدن. عراق یه بار جام جهانی، یعنی تو ارائه صدام. آفرین. یا 86 یا 82 عراق و کویت، یعنی یه 82 یا 86 یک کدومش عراق یک کدومش کویت رفتن جام جهانی. اینو میدونم. راستی کویت خیلی وقت فید شده. آره کویت هم تو دهه 90 همیشه ایران مشکل داشت با کویت.
همون جاسم الهویدی و بشار عبدالله، جاسم الهویدی و بشار عبدالله عبدالعزیز زوج خط حمله. بازی‌های بعدی که تو گروه عراق افتاد ویتنام اندونزی بود که اندونزی 1-0 برد بازی اولشو. راجع به ژاپن اینو می‌خواستم بگم محمد. ژاپن مثلا همه میترسیدن ازش، به آلمان هم 4 تا زده، به ترکیه 4 تا زده، ولی ژاپن جلوی تیمایی که جلوش دفاع کنن مشکل داره، به خاطر همین از عراق هم باخت. چرا تونست مثلا به آلمان 4 تا بزنه، به ترکیه 4 تا بزنه؟ چون آلمان همش اتک کرد. چون جلوی ژاپن نمیان دفاع کنن. آره دیگه. ایران هم اگه جلوی ژاپن به نظرم احتمالاً توی اگه سوریه رو ببریم به ژاپن میخوریم، اگه خوب کیروشی دفاع کنیم میتونیم ژاپن رو. آره بچه‌ها غیرتی من با رامین رضایی با سمت چپمون حاج صفی و میلاد محمدی خوبن، یعنی راضیم. سنتر دیفنسمون یه ذره ویرده، ولی هافبکمون به نظر من عزت اللهی رو خیلی قبول دارم، ولی کنده یه ذره. نمیدونم چرا یهویی آف میشه. قدوس یعنی هم عزت اللهی هم قدوس بهترین هافبک وسطامونن، ولی یه ذره کندن. کسی که میتونست کمک کنه و حیف شد که نیومد، تنها هافبک وسطمونه که سرعت نسبتا خوبی داره، خوب تکل میزنه، نوراللهی و باش لج کرد. آره نه قلبی مشکل داره حتما باش. آخه شماره‌شو ازش گرفتن دادن به امید ابراهیمی و اینا. اومده بود تو رختکن نشسته بود، اول مثلا انتخاب احمد نوراللهی شماره 8، بعدش 21. اومد تو رختکن نشسته، دیده هیچ کدوم از شماره‌هاش نیست، بعد تازه اونجا که رختکن نشسته بهش گفتن جزو 18 تا یا جزو 20 تا نیستی. حالا بازی با هنگ کنگی که توی مقدماتی جام جهانی 4 داشتیم این اتفاق پیش اومد. تو مثلا یه بازیکن مهم رو میخوای نیمکت نشین کنی، اشکال نداره، بازی مهمی هم نبود، ولی قبلش مثلا باید صحبت کنی باهاش دیگه. آقا مثلا من تو رو میخوام این بازی استراحت بدم، بازیت نمیدم، ولی همینجوری بدون اینکه باش صحبتی کنن انداختنش بیرون. حالا ببینیم چجوری میشه. این همینه که مربی خارجی داشتن به نظر من این چیزها رو یه ذره بهتر میکنه که این الکی پولیتیکا نباشه تو بازی مشکل پیش نیاد. هنوز یه بازی مونده توی گروه دی و دی که عراق most likely میره. اصلا عراق اول شد، اصلا اولیش هم قطعی شده چون بازی رو در رو از ژاپن و اندونزی برده. ژاپن most likely دوم میره که اندونزی و ویتنام هنوز شانس دارن که ببینیم چه جوری میشه. و میریم سراغ گروه ای، گروه کره، جردن، بحرین و مالزیا که اردن خوب کار کرد، با کره مساوی کرد، تا دقیقه 90 هم 2-1 جلو بود از کره. تیم خوبیه اردن، ولی کره بازی بعدیشو بردش با مالزیا بازی داشت کره بکنن. نه اولین بازیش با بحرین بود که 3-1 برد کره، بعدش با اردن 2-2 کرد. آره 2-2 با اردن. با مالزیا هنوز بازی نکرده، بعد بازی کنن ببینیم چی میشه. الان سوفار استندینگشون جردن اوله، کره دوم، بحرین سوم، مالزیا آخر و most likely که جفتشون جردن و کره برن. ولی خب کره اگه اول بشه میخوره به ژاپن. آره. مرحله بعد خیلی بازی باحالی که برندشون میخوره به ایران و سوریه. عالی شد که یه دونه تیم قوی اوت شد. اوت میشه حالا مگه اینکه چون مگه اینکه بحرین هم هنوز شانس داره. اردن احتمالاً شاید اولم بشه چون بازی اولش یعنی کره شاید حتی اوت شه. شاید، ولی خب به مالزی نمیبازه. نه کره اوت نمیشه، ولی اولیش هنوز قطعی نیست. آره راست میگی، چون تیم وقتی که 24 تایی شدش تیمای سوم هم میرن. شانس دارن. آره. همه تیمای سوم میرن؟ نه 6 تا تیم سوم میشن، 4 تا از این 6 تا تیم سوم میرن بالا. آره بست 4 از این گروه آخر رو میریم سعودی عربیا که واقعا قشنگ کار کرده. مانچینی مربی بزرگی. آره اومدش با گروهش هم نسبتا، ولی بازیشون با عمان که برانکو مربیشونه خوب بازی کرد. عمان دفاعی دیر گل خوردن، دقیقه 92 3 گل دوم خوردن، بعد گلی خوردن لیت کورنر. آره بعد تایلند هم زیاد تیمش بد نبوده، ولی نه تایلند تیم خوبیه. فکر کنم بازی آخر تایلند بتونه عربستان رو دوچار مشکل کنه، چون عربستان و تایلند بازی آخر دیگه بازی آخرشون عربستان و تایلنده که هنوز هر سه تا تیم شانس دارن به جز قرقیزستان که اوت میشه تقریبا. آره شانسش کمه. دو تا بازی باخته. عمان هم که یک امتیاز از مساوی که با تایلند داشت داره.
عربستان هم که احتمال زیاد با قول تو به عنوان تیم اول میره بالا. آره یه ذره دیگه راجع به تیم ملی بگیم. به نظر من تیم ملی الان این سیستمی که گذاشته با فورواردای طارمی و آزمون بهتره تا اینکه انصاری فردا استارت میکنه. انصاری فر که چیه؟ کیروش طارمی رو بیشتر می آورد وینگر چپ، قلنویی داره 4-4-2 بازی میکنه. بهترش کرده. یعنی طارمی تازه عقب تر بیاد نمیره وینگر چپ، میاد پشت سردار. چون با تو پورتو هم بالاخره نسبتا با امانویلسون اون فوروارد 4-4-2 داستانی جوری. دقیقاً درست. برای همین کانفیدنس رو میده. طارمی بازیکنیه که توی 18 گل زنه، بیرون 18 یا شوت زن خفنی نبوده، ولی چون دوندگیش بالاست آره میاد عقب توپ میگیره. آره. ولی خب از اون طرف هم وینگر چپ هم به درد نمیخوره، از محوطه به قول تو دور میشه دیگه. دقیقاً یه ذره شل اومدنش توی چیز، ولی ان شاءالله که بتونن بچه‌ها خوب کار کنن. بیرانوند دمت گرم، پنالتی گرفت. آره حالی گرفتش پنالتی رو که واقعا. بعد یه اینترویو هم کردش آخر بازی که زیاد حرف نزد، چیز خاصی نگفت، همین خیلی آروم و یه چیزای کامی گفت. حالا اگر اینترویوشو پیدا کردیم براتون میذاریم. ولی در کل یه داستان عجیبی هم که پیش اومد این سیچویشن تو ایران، دوباره حرکت عجیب زدن و تسلیت میگیم به کل ایرانی‌ها و خانواده این جوون آقای محمد. متاسفانه و یه جوون دیگه، یه محمد دیگه از دنیا کم شد. متاسفانه حیف باشه. من شوک میشم که توی این داستان، توی این جام ملت‌ها، توی این ایرا یهو کشور ما، یعنی از کل اون چیز بگیر، چی میگم، این جودیشال سیستم بگیر گرفته. یعنی شما واقعا چه جوری فکر میکنی؟ یعنی همین قبل برنامه تو داشتی میگفتی چرا مثلا حین فوتبال جوونا گرفتن و اینا. من میگم که اتفاقا دقیقاً از قصد این کار رو انجام میدن که بین موجای خبری میخوان گم بشه دیگه. متاسفانه انشالله که بتونن به ناحق یه محمد دیگه رو ازمون گرفت. روحیه بچه‌ها نه تا این مورال تیم یه جورایی بالاخره هممون رو افکت کرد. یعنی ما که این برای کانادا هستیم حس میکنیم دیگه، چه برسه به اون بدبختی که الان توی تیم ملی میخواد بره بازی کنه. البته یه ویدیو هم دیدن که بعد این داستان دوباره بچه‌ها شدن ساندیس خور و فلان و یعنی دارن بچه‌ام دیگه واقعا گند زدن دیگه. نمیدونم آخه کاری هم نمیشن بکنن. نه دیگه آخه تو مثلا چفیه فلسطین رو میتونی نذاری. اون بازی با اردن رفته بودن دقیقاً این کارو بعد مثلا شجاع به فلسطین گل زد، خوشحالی نکرد. این هم دیگه خیلی مسخره. انصافا کارهای بدی کردن دیگه. در صورت بتونن بچه‌های کنار بیان با این داستان و ما هم آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملیمون که ایشالا بتونن امسال جامو ببرن دیگه. اگه امسال نشه به نظر من باید کلا سیستم عوض شه. هر دفعه همینو میگیم. هر 4 سال واقعا ایران جوریه که میتونه هر دوره قهرمان بشه، ولی الان 40-50 سال نتونستیم دیگه. از اون دقیقا. اولین جام ملت‌هایی که من قشنگ یادمه فوتبال پیگیری کردم 6-7 سالم بود، جام ملت‌های آسیایی 96 بود که تو نیمه نهایی به عربستان تو پنالتی‌ها باختیم. از همون دوره همش ما یا تو پنالتی میبازیم یا وقت اضافه میبازیم. حالا امسال من کانفیدنس اینو دارم که ما تو پنالتی هم بیرانوند بهتر کار کنه. اگه به پنالتی برسه. این تیم مهره‌های خوبی داریم. در صورت دوست داریم که ببینیم چه جوری میشه. و راستی پیش بینیت از بازی ایران سوریه چطوریه؟ من به نظرم ایران 2-0 ببره بازی رو. ایران گل نخوره. بیرانوند خیلی دوست داره گل نخوره و تیم ملی داره جا میفته و تو بازی‌های جدی‌تر فکر کنم بهتر شاید بازی کنیم. نگاه می‌کنیم. نظر تو چیه؟ به نظرت؟ من حقیقتش خب دوست دارم بالاخره ایران ببره، ولی از اون طرف هم سوریه هم تیمیه که جلوی ایران میاد خوب دفاع کنه، جلوی ایران میان غیرتی بازی میکنه. من فکر کنم با اختلاف یه گل مثلا 2-1 همینجوری که امارات رو 2-1 بردیم فکر کنم سوریه هم 2-1 مثلا ببریم. ولی مرحله بعدو چجوری با ژاپن؟ به نظر من اگر بیفتیم ژاپن کره رو میزنیم، ولی حتی سعودی عربیا و عراق هم به نظر من کانتندرن امسال. از اون طرف جدول عربستان، استرالیا، ازبکستان اون چیزی که من دیدم اونقدر خوب نیست. استرالیا خوبه. بین این سه تا من استرالیا، عربستان، عراق فکر کنم عراق یه شانس دارک هورس بهش میگن دیگه. دارک هورس این تورنمنت عراقه.
عراق تیم خوبیه، تیمی که واقعا مشکل ساز خواهد بودش. تیمای دیگر رو واقعا تیمای سومو من نمیبینم هیچ کدومش، مگر اینکه دیگه فلسطین احساسی بیاد و بره جلو. تاجیکستان باز بهتر از فلسطین. آره نه زیاد جایی نمیبرن. کلا فینالیست به نظرت این سمت جدول فکر کنم ایران ژاپن کره است، اون سمت جدول عربستان استرالیا عراق. به نظر فینال به نظرت چی میشه؟ فینال به نظر من بشه استرالیا ایران ریمچ. آفرین، اینم چیز باحالی میشه، اینم چیز خوبیه، خیلی حال میده اگه اون بشه که واقعا یه خاطره دوره 20 و چند ساله. آره خیلی 25 سال 96 بود 97 آره 97 26 سال 27 سال پیش. خیلی آره نگو که سنمون همه در میاد. خیلی 26 7 سال گذشت. در صورت آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی و امیدواریم حالا ببینیم فینال چی میشه دیگه. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره و اینم اپیزودی بود که تا بعد ایژن کاپ دوباره ما در خدمتتون هستیم. مرسی، خدا نگهدار.